در مورد شیطان به شما اطلاعاتی خواهیم داد. قرآن کریم به وضوح بیان می کند که حضرت آدم از خاک آفریده شده است. در مورد شیطان این گونه می فرماید که به فرشته ها گفته شد: من دستور دادم انسانهایی از گل آفریده شوند. وقتی از روح خودم در آنها دمیدم، شما باید سریعاً به آنها سجده کنید. وقتی این اتفاق افتاد، همه فرشته ها شروع به سجده کردند، ولی ابلیس این کار را نکرد و جزو کافران شد. خداوند فرمود: ابلیس، چه چیزی تو را از سجده کردن منع می کند؟ ابلیس گفت: من از انسان سرتر هستم. تو مرا از آتش آفریدی و انسان را از خاک. شیطان به دلیل اینکه از آتش آفریده شده بود، خودش را بالاتر از انسان می دانست. ولی در اصل اگر آتش با اشیای مختلف تماس داشته باشد، آنها را ذوب می کند و اگر بر روی آتش خاک و یا آب ریخته شود، خاموش می شود. در اصل آتشی که به ظاهر بالاتر از خاک بود، موجب تنها شدن شیطان تا ابد شد. با ارزشتر از هر چیزی در نزد خداوند اطاعت از دستوراتش می باشد. ابلیس این کار را نکرد. از درگاه خداوند اخراج شد. جزء کافران گردید و نام شیطان را گرفت. شیطان مغرور بوده و با خودش فکر می کرد که آتش از خاک فراتر است و به این دلیل از بهشت رانده شد. ابلیس تا ابد در جهنم خواهد ماند. در این موضوع شکی نیست و خداوند نیز در آیات مختلفی این امر را یادآوری کرده است. این را نباید فراموش کنیم که شیطان تنها نیست. جنهایی کافر نیز شیطان نامیده می شوند و تعداد آنها نیز خیلی زیاد است. تعداد آنها را خدا می داند. شیطان هایی که بر انسان ها مسلط می شوند خیلی زیاد هستند. در این خصوص نیز حدیث شریفه ای وجود دارد که می فرماید: شیطان ها هیچ کار خیری نمی کنند و موجوداتی غیر مادی هستند که کفر می ورزند و انسان ها را از راه به در می کنند. نام اصلی شیطان عزازیل یعنی عزیز خدا می باشد. ولی بعد از این که در مقابل انسان سجده نکرد، خداوند نام ابلیس و شیطان را به او داید. کوه‌ها، قصرها، خرابه ها، مزرعه ها، دریاها، بیابانها، درختها، باغها، جنگلها و راهها، حمامها، سطل آشغالها، هوا، میدانهای جنگ، خانه‌ها، چادرهای عشایری، به طور خلاصه همه جای دنیا را شیطانها فرا گرفتند. در قرآن کریم در مورد شیطانها این گونه می‌فرماید: ما برای هر پیامبری دشمنانی از شیطانهای انسانی و جنیان قرار دادیم. اگر خداوند نمیخواست این اتفاق نمیافتاد. جنها هم دقیقاً مثل انسانها زندگی میکنند، میخورند، ازدواج میکنند و تولید مثل میکنند. جنس مذکر و مؤنث دارند. به دنیا می آیند، بزرگ می شوند و پیر می شوند و می میرند. جنهایی که کافر هستند شیطان نامیده می شوند. جنها می توانند ایمان داشته باشند. شیطانها دارای فرزندانی می باشند که از پدرانشان اطاعت می کنند و راه آنها را ادامه می دهند و همه آنها لعنت شده و از درگاه الهی رانده شده. بچه های شیطان ها هم مانند پدرانشان برای از راه به در کردن انسان روی زمین می آیند و همه آنها نفرین شدند. علامه مجلسی در کتاب خود می فرماید: از پیامبر پرسیده شده که آیا شما هم برای خودتان یک شیطان دارید؟ پیامبر فرمودند که بله، ولی به اذن خداوند این شیطان را مسلمان کردم. نام
9 تا از بچه های شیطان این گونه است: ذلیل و طول، وسین، لکوس، آبان، افاف، مرره، موسوید، داسن، ولهان. ذلیل و طول موکل بازاری هاست. وسین و دروغ، قسم دروغ و مدح کردن متاع را نزد آنها زینت می‌دهد. حفاف مسئول شراب و مست کننده خواست. مرره کارش تحریک شهوات در مردان و زن هاست و آنها را به حرکت می آورد و انسان را وادار به زنا می کند. موسوید مسئول پراکندن اخبار دروغ یا دروغ هایی است که خود جعل کرده در حالی که حقیقت ندارد. داسم همواره مراقب خانه هاست. وقتی انسان داخل خانه شد و سلام نکرد و نام خدا را بر زبان نیاورد، با او داخل خانه می شود و آنقدر وسوسه می کند تا شر و فتنه ایجاد نماید. ولهان انسان را در طهارت و نماز وسوسه می کند و به شک می اندازد که این نماز باطل است. آیا اگر شیطان آفریده نمی شد همه ما به بهشت می رفتیم؟ یکی از مواردی که ذهن انسانها را به خود مشغول کرده حادثه اخراج حضرت آدم از بهشت می باشد که به دلیل وسوسه شیطان این اتفاق افتاد. به ذهن خیلی از انسانها این سوال خطور می کند که آیا اگر شیطان نبود حضرت آدم در بهشت می ماند و فرزندان او نیز همگی در بهشت می ماندند یا خیر؟ در جواب این سوال حضرت حق در سوره بقره می فرمایند: ای فرشته ها، من بر روی زمین یک خلیفه خواهم آفرید. و فرشته ها گفتند: ای پروردگار، آیا تو به کسی خلیفه میگویی که بر روی زمین جنگ و خونریزی به راه خواهد انداخت؟ خداوند فرمود: من چیزی میدانم که شما نمیدانید. همانطور که در قرآن نیز آمده است، خداوند از قبل مکان انسان را روی زمین تعیین کرده است. یعنی از همان ابتدا مشخص بود که جای انسان در بهشت نیست و باید روی زمین زندگی کند. گول زدن شیطان و فرستاده شدن انسان بر روی زمین فقط یک بهانه است. و از آنجا که به انسانها برخلاف فرشته‌ها قدرت نفسانی و همینطور شهوت داده شده است، خداوند آنها را باید روی زمین فرستاده و محیطی ایجاد می‌کرد که مورد امتحان قرار گیرند و در اثر قبول شدن یا نشدن در امتحان لایق بهشت باشند یا جهنم. شیطان از آتش آفریده شده است. پس چگونه قرار است در جهنم بسوزد؟ همان گونه که می‌دانیم انسان از خاک آفریده شده است، ولی خاک می‌تواند به انسان آسیب برساند. از این رو می‌توانیم نتیجه بگیریم که آتش نیز می‌تواند شیطان را بسوزاند و آسیب بزند. از طرفی تنها عذاب جهنم آتش نیست. انواع مختلفی از عذاب‌ها در جهنم وجود دارد. تعدادی از آنها بدین قرار است: 1. عذاب با سرما. 2. نیش زدن مارها و عقرب‌ها. 3. ضربه به سر با پتک. 4. گرسنه نگه داشتن. 5. خوراندن زهر مار و تکه تکه کردن جگر. 6. بزرگ کردن بدنها برای بیشتر عذاب کشیدن. 7. خوراندن آب نجس. 8. پرتاب در چاه. 9. پرتاب از ارتفاعات کوهستان ها. 10. عذاب در تاریکی ها. 11. گذاشتن در معرض بوهای خیلی بد. 12. افزایش روز به روز عذاب ها. 13. عذاب دادن تا ابد. خلیل ابن احمد می‌فرماید زمهریر به بخشی از جهنم گفته می شود که بسیار سرد است، یعنی جهنم سرد. آنجا به شدت سرد است و در آن مکان گناهکاران یخ میزنند و سپس دوباره آتش میگیرند و دوباره این مراحل تکرار می شود و به آنها عذاب می شود. در حدیث ها آمده است
که گرمای طاقت فرسای تابستان ناشی از بادهای جهنمی و سرمای طاقت فرسای زمستانها ناشی از زمهریر است. آیا شیطانها هم میخوابند؟ شخصی از حسن بصری پرسید: آیا شیطانها هم میخوابند؟ تبسمی کرد و گفت که اگر شیطان میخوابید ما هم کمی استراحت میکردیم، ولی شیطانها به هیچ وجه نمیخوابند. در احادیثی آمده است که حتی وقتی ما خواب هستیم شیطان در حال گول زدن ماست، ولی این امر ممکن است که شیطان را ضعیفتر کند یا به کل اثر آن را در زندگی از بین برد. پیامبر بزرگوار نیز چنین می‌فرماید: همانطور که شتر که بر آن سوار هستیم به مرور زمان خسته می شود، انسان نیز می تواند شیطان را خسته و ضعیف کند. و در حدیث دیگری آمده است که پیامبر فرموده: شیطان من تسلیم شد، پس ما هم می توانیم شیطان را ضعیف کنیم یا به کل تسلیم کنیم. پس باید از زندگی پیامبر الگو بگیریم. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگه از این نمونه ویدیوها خوشتان میآید حتما این ویدیو رو لایک کرده و به دوستانتان به اشتراک بگذارید و در قسمت کامنت حتما نظرات خودتون رو بنویسید. با تشکر.